میخوام فعل go رو با این 4 تا زمان برات صرف کنم. من میرم I go، تو میری you go، اون میره she یا he یا it goes، ما میریم we go و اونا میرن they go. حالا گذشته ساده، من رفتم I went، تو رفتی you went، اون رفت he یا she یا it went، ما رفتیم we went، اونا رفتن they went. حالا حال استمراری، من دارم میرم I am going، تو داری میری you are going، اون داره میره she یا he یا it is going، ما داریم میریم we are going، اونا دارن میرن they are going. حالا گذشته استمراری، من داشتم میرفتم I was going، تو داشتی میرفتی you were going، اون داشت میرفت he یا she یا it was going، ما داشتیم میرفتیم we were going و اونا داشتن میرفتن they were going. دیدی چقدر راحت بود؟ حالا فالوم کن و قسمت دوم رو ببین.